به نام خدا، عرض سلام به دانش آموزان عزیز، دانش آموزان خوب پایه نهم. بنده علیرضا کارگر هستم، دبیر و مدرس زبان. خب توی این فایل آموزشیمون در خدمت شما هستیم با حل و توضیح نمونه سوال از درس سوم که خب یک نمونه سوال مختص این درس برای نمونه خدمتون حل میکنیم. میدونید بهترین راه برای در واقع این که ما متوجه بشیم درس رو فهمیدیم یا یاد گرفتیم این هست که یک نمونه سوال حل کنیم تا عیارمون از اون درس به دست بیاد. خب سوال اول، عبارت زیر را در تصویر مناسب آن بنویسید. عبارت را در یک سری، خب حالا خدمتون توضیح بدیم خیلی درگیر تیتر درس نباشیم. نگاه کنید، یک سری در واقع عبارت ها ما اینجا داریم، اینا رو باید زیر تصویر مناسبش بنویسیم. خب اولی چی میگه؟ watch fireworks. خب دوستان، برای اینکه ما بتونیم این بخش از در سوالات رو بتونیم حل کنیم نیاز هست که معنی کلمه ها، عبارت ها و جملات رو بلد باشیم و همونجور که قبلا هم تو کلیپ های آموزشی قبلی خدمت دوستان گفتم، همیشه این قسمت فوتو دیکشنری رو خیلی خوب دقت کنید و یاد بگیرید، چون مستقیما عین همون تصاویر عبارت ها ازش سوال هست تو هر درس و امتحانات ترم. خب watch fireworks یعنی تماشای آتشبازی. تماشای آتشبازی این تصویر رو داریم و من با فلش، حالا نوشتن زمانبر هست، من با فلش میزنم watch fireworks. watch تیش هم خونده نمیشه، watch یعنی تماشا کردن، fireworks آتشبازی. بعدی هست watch military parade. military یعنی نظامی، parade یعنی رژه نظامی، watch هم که دوباره تماشا کردن، تماشای رژه نظامی، military parade یعنی تماشای در واقع رژه نظامی که عکس اولی رو میگه. خب بعدی میگه wear special clothes. wear یعنی پوشیدن، special یعنی مخصوص، clothes لباس، پوشیدن لباس مخصوص. البته تو درس ما special clothes معنی لباس در واقع اقوام رو میده، مثلا کردها، لرها، شمالی ها. هر کدوم ما میدونیم ایران ما خیلی فرهنگ های متنوعی داره و هر کدوم زبان، گویش و لباس مخصوص خودشون دارن و در اینجا اسپشال کلوتس برمیگرده به لباس اقوام و در واقع یعنی پوشیدن لباس اقوام، wear special clothes، ولی معنی لغویش یعنی لباس خاص، لباس مخصوص، لباس مخصوص اون شهر. اینجوری هم میتونیم یاد بگیریم، لباس مثلا مخصوص کردها، شمالی ها. و با فلش نشون میدیم که این عبارت بعد زیر این تصویر در واقع نوشته بشه. و عبارت بعدی sing the national anthem. sing یعنی خواندن، the national یعنی ملی، anthem یعنی سروده. حالا تو کلیسا هم اون اصواتی که حالا برای راز و نیایش تو کلیسا هم و اونها هم میگن و سروده. sing the national anthem، سرودن یا خواندن در واقع سرود ملی که خب ما میبینیم در اینجا تصویرش هست. همیشه قبل از شروع بازی های ملی، والیبال، فوتبال و ورزش ها، مثلا ما میبینیم که سرود کشورها پخش میشه و همخوانی میکنن بازیکنان. به این عمل میگن sing the national anthem، خواندن آواز ملی. خب این از سوال یک. میریم برای سوال دوم. میگه که پاسخ سوالات A، ستون A که سمت چپ هست رو از ستون B که سمت راست قرار پیدا کنید. عبارت هم اضافیه، یعنی در واقع ما باید عبارت های ستون A رو با توجه به حالا در واقع عبارت هایی که تو ستون B هست کامل کنیم، جوری که یک جمله کامل بشه نوشت. خب اولی میگه we read، ما میخوانیم. خب ببینیم کدوم یک از در واقع گزینه های ستون B میتونه کامل کننده این باشه. we read. خب از اول بررسی میکنیم ceremony یعنی جشن، مراسم. خب ما مراسم رو نمیخونن. دومی گزینه B میگه poems of حافظ.
poems of حافظ، اشعار حافظ. خب بله، ما اشعار حافظ رو میخونیم. حالا برای اینکه چک کنیم همه رو، religious holiday میشه تعطیلات مذهبی، martyrs میشه شهدا، nature day روز طبیعت. خب هیچ کدوم غیر از poems of حافظ مناسب در واقع نیستن. با فلش نشون میدیم we read poems of حافظ، ما میخوانیم اشعار حافظ. poems یعنی شعر، poem یعنی شعر، اس جمع داره بلدیم، این اس جمع بسته میشه با این کلمات. poems یعنی اشعار of حافظ، یعنی شعرهای حافظ. poems of حافظ، اشعار حافظ. خب بعدی I hold a. خب hold یعنی دو تا معنی داره تو انگلیسی. I hold هم معنی نگه داشتن، برپا داشتن. ما مراسم رو برپا می‌داریم. پس اینجا ما باید دنبال یک کلمه باشیم که معنی مراسم بده و طبق بررسی که انجام شد ceremony. I hold a ceremony، من یک جشن برپا می‌کنم، من یک مراسمی برپا می‌کنم. I hold a ceremony. پس فعل مناسب سرمونی جشن میشه برپا کردن که تو انگلیسی بهش میگن hold. I hold a ceremony. بعدی فطر عید is a. خب ما میگیم عید فطر، اونا برعکسش میشه فطر عید یعنی عید فطر. فطر عید is a میگه عید فطر هست یک چی؟ طبق در واقع معانی که خدمت شما کردیم religious holiday معنی تعطیلات مذهبی میداد و عید فطر هم یک تعطیلات مذهبیه. فطر عید is a religious holiday. عید فطر یک تعطیلی مذهبی است. حالا به این صورت تو فارسی میتونیم معنی کنیم. و they go out on، آنها بیرون میروند در. go out یعنی بیرون رفتن، they یعنی آنها، go out بیرون رفتن. آنها بیرون میروند در. خب ما اینجا مارتیرز رو داریم که اصلا به نظر اضافی هست و میگیم که آنها در روز طبیعت on nature day. nature day روز طبیعت یا 13 فروردین. آنها روز 13 فروردین یا روز طبیعت nature ناتور نگید nature day روز طبیعت. they go out on nature day. پس اینها هم به این صورت جوابهاشو پیدا کردیم که عبارتها کامل بشن. میریم برای سوال سوم. درک مطلب هست. یک در واقع متن دو سه خطی رو میخونیم و بعدش میایم سوالات رو جواب میدیم. احمد is from Turkey. احمد اهل ترکیه است. And he lives in Istanbul. ولی و تو استانبول زندگی میکنه، ولی نه و. and یعنی و. He lives in Istanbul. تو استانبول زندگی میکنه. فطر عید is an important religious holiday in his country. میگه خب اینجا رو دوباره بیشتر خدمت شما باشیم. فطر عید، عید فطر is an important مهم. چیه مهم؟ religious holiday میگه یک تعطیلات مذهبی مهم. important یعنی مهم و religious holiday هم خدمت شما گفتیم یعنی تعطیلات مذهبی. فطر عید is an important religious holiday in his country. در کشورش. عید فطر یک تعطیلات مذهبی مهم و پر اهمیت در کشورش است که همون ترکیه بود. He likes this day a lot. خب میگه او این روز را خیلی دوست دارد. a lot اینجا زیرش هست یعنی بسیار زیاد. He likes this day. day یعنی روز. this day یعنی این روز. میگه این روز که منظورش همون عید فطر خیلی دوست داره. It's on first day of شوال. first یعنی اولی. day هم که خدمت شما گفتیم یعنی روز. در اولین روز ماه شوال هست. اینجا این ماه قمری شوال که اولین روز شوال عید فطره. میگه در اولین روز ماه شوال هست. On فطر عید در روز عید فطر Muslims don't fast. مسلمون ها روزه نمیگیرن. خب میدونیم تو عید فطر نباید روزه گرفت. Muslims don't fast. fast اینجا یعنی روزه گرفتن. حتی دوتا معنی داره. معنی اول fast یعنی سریع، معنی دومش یعنی روزه.
don't fast اومده منفیش میکنه، یعنی روزه نمیگیرن. مسلمون ها تو روز عید فطر روزه نمیگیرن. They say their Eid prayers before noon. آنها نماز عید فطر رو قبل از ظهر میخوانند. خب اینجا حالا مثلا before یعنی قبل، noon یعنی ظهر، Eid prayer یعنی نماز عید. خب میدونیم عید فطر هم نمازی هست که توسط یک امام جماعت خونده میشه و در واقع اینجا they say ما میبینیم say یعنی گفتن به انگلیسی، ولی در اینجا ما نماز رو نمیگیم، نماز رو تو ترجمه خودمون میگیم نماز رو خوندیم. They say their Eid prayers. نماز عید فطرشون رو before noon قبل از ظهر میخوانن. In all Muslim countries در all یعنی همه، تمام. In all Muslim countries در تمام کشورهای مسلمان. این در واقع countries که میبینید همون country بوده، ببینید اینجا که الان دایر کشیدم همین لغته، اینجا تبدیل به جمع شده با اس. البته ما میدونیم ما به صورت کلی میگیم اس جمع، هم اس جمع داریم، هم ای اس داریم، هم آی ای اس داریم که هر کدوم خب حالا اینجا خیلی طولانی میشه توضیح بدیم، که مثلا میدونیم کلماتی که به وای ختم میشن بخوایم اینا رو جمع ببندیم وای از انتهای کلمه حذف شده و آی ای اس اضافه میشه، مثل country که شده countries. حالا در واقع قوانین دیگه هم داریم برای اس جمع که اینجا جاش نیست، حالا در همین حدم خوب بود اشاره کردیم. میگه in all Muslim countries people مردم hold the same ceremony. same یعنی یکسان، ceremony یعنی جشن. میگه در تمام کشورهای مسلمان in all Muslim countries people مردم، people یعنی مردم، hold the same ceremony مردم مراسم یکسانی برپا میکنن، یعنی همون در واقع روزه نمیگیرن و میان نماز عید فطر میخونن. خب این متن رو ما خدمت شما بودیم. حالا من این خطای زیرش بردم چون در جاهایی که باید جواب بدیم میخوام دوباره اونجا رو اشاره کنم. خب الف چی میگه؟ میگه با توجه به متن بالا جملات ناقضی رو کامل کنید. احمد is from، خب کاملا ما اینجا تو متن داشتیم احمد is from Turkey. احمد اهل کجاست؟ اهل ترکیه یا ترکی. پس اینجا ما میتونیم به راحتی این کلمه ترکی رو بیاییم بنویسیم و کامل کنیم این عبارت رو. Muslims don't fast on. مسلمون ها روزه نمیگیرن در، خب اینجا گفته بود دیگه on فطر عید Muslims don't fast، یعنی همه جوابا داخل متن مستقیما اشاره شده، فقط ما کافیه پیدا کنیم. اینجا گفته بود مسلمان روزه نمیگیرن کجا؟ on فطر عید. ما هم اینجا میایم جواب داشت on فطر عید Muslims don't fast و در واقع میایم این رو داخل این جا خالی می نویسیم و درست میشه Muslims don't fast on فطر عید. خب قسمت ب با ترجمه متن بالا استاد زیبا میگه با توجه متن باید جواب این سوال رو بدیم. Does احمد like فطر عید؟ آیا احمد عید فطر را دوست دارد؟ خب با توجه به حالا اینجا رو دوباره ما خلوت کنیم که اشاره میکنیم قاطی نشه با قبلی. میگه آیا احمد عید فطر رو دوست داره؟ ما باید پیدا کنیم، میگیم he likes this day a lot. خب ببینید اینجا مستقیم دیگه جوابش توی در واقع متن نمیتونیم درجا مثلا کپی پیست مانم بیایم بنویسیم، خودمون خب میدونیم گفته متن گفته او خیلی این روز رو دوست داره. حالا اینجا بله یا خیری میدونیم سوال هایی که با دو و داز یا امویز و آر پرسیده میشه بله یا خیر حتما اولش باید باشه. خب ما با تجربه متن میدونیم yes، خب میتونیم بنویسیم yes he does چون میدونیم دیگه، البته میدونیم بعد yes حالا ویرگول مانن yes he does میتونیم به این صورت بگیم، یا میتونیم بگیم yes he likes this day a lot. اینم میتونیم بگیم yes he likes this day a lot، یعنی دو نوع میشه جواب داد. پاسخ کوتاه yes he does، پاسخ بلند که بهتره اینو جواب بدیم. من اینجا حالا تا یسشو در واقع نوشتم، بعدش میتونیم اینجا که زیرش خط کشیدم الانم دوباره خط میکشم بگیم که اینجا رو بیایم در ادامه بنویسیم yes he likes this day a lot. پس اونهایی که اول سوال do does am is are can و امثال هم میاد بهشون میگیم سوالات بله یا خیری،
یعنی هر چقدرم که تو متن عیناً جوابش باشه یس یا نوش اول خودمون باید بذاریم، چون تو متن دیگه نیومده بگه یس احمد، خب اون فقط متن اومده توضیح داده دیگه، نگفته یس و نو. یس و نوشو تحلیل میکنیم خودمون، میگیم بله دوست داره، میگیم یس، ادامهش رو میایم متن مستقیما میتونیم حتی کپی پیست هم بکنیم. یس he likes this day a lot، همونجوری که ما فلش نشون دادم. دومی میگه what، این دیگه بله یا خیری نیست، ما باید جوابشو بدیم اون چیزی که میخوادن. what do Muslims do before noon، میگه مسلمون ها قبل از ظهر چه کاری انجام میدن. what do Muslims do before noon، خب ما میدونیم اینجایی که زیرش خط میکشم مستقیما جواب هست they say their 8 prayers. تموم شد، چون ادامهش گفته before noon، پس کاملا جواب این سوال هم تو متن اشاره شده مستقیم. they say their 8 prayers، خب کاریه که در روز عید فطر قبل از ظهر انجام میدن. خب بریم سوال آخر، میگه که متن زیر را بخوانید و با انتخاب کلمه مناسب را کامل کنید. خب یه متن هی توش جا خالی داره که ما جا خالی ها رو باید تو گزینه مناسب پیدا کنیم، یعنی گزینه مناسب رو پیدا کنیم تا جا خالی پر بشه. خب اینم خدمتتون هستیم. my name is راهین، اسم من راهینه. we، ما، خب جای خالی to my grandmother's house on Fridays، میگه ما جای خالی میریم به خونه مادر بزرگمون یا مادر بزرگم جمعه ها. خب ببینیم کدوم یک از این گزینه ها رفتن رو به درستی اینجا میتونیم جایگذاری کنیم. go، goes، going. خب go دوستان شکل ساده فعل هست، goes شکل سوم شخص مفرده. اگه فاعل he، she، it بود همیشه فعل حالت سوم شخص میاد، یعنی s یا es میگیره، فعل s یا es میگیره. حالا اینم شرط خودشو داره. پس ما اینجا فاعلمون he و she و it نیست، پس حالا گزینه دوم به درد ما قطعا نمیخوره. حالا اینم برمیدیم و going حالت استمراریه. خب ما تو اینجا با یک جمله استمراری سر و کار نداریم، چون بعد از فاعل که وی بود اگه امویز و آر مثلا که حالا برای وی جمع آر مناسب هست اگر میومد ادامه گو باید گوینگ میومد، یعنی طبق فرمول، یعنی ما در حال رفتن. ولی اینجا نه، میگه ما جمعه ها، ما میدونیم جملاتی که حالت تکرار دارن هر هفته، هر روز، هر سال، هر ماه، اینا جملات حال سادن دیگه، حال استمراری نیستن. این هم داره میگه ما هر جمعه داریم میریم خونه مادر، پس این زمان حال ساده است و اصلا حال استمراری نیست. این یه حالت این که بفهمیم این رو. و دومیش هم اینه که بعد از فاعل فعل تو بی نیاورده، پس قطعا دوباره استمراری نیست. یعنی من دو جهت خدمت شما توضیح دادم که این جمله حال استمراری نیست. پس goes حالت سوم شخص مفرده، در صورتی که فاعل جمله اینجا زیرش اینجا که ویه اگه هی و شی و ایت بود خب میشد این، ولی چون نیست این خط میخوره، حال استمراری هم نیست، پس گو درسته. He is generous. He is بخش اینجا هم grandfather بود، من عذرخواهی میکنم، من مادر بزرگ گفتم، پدر بزرگ grandmother اشتباه گرفتم. He is چون اینجا هیو دیدم متوجه شدم که قطعا اینجا باید پدر بزرگ باشه. He is a generous man. او یک مرد بخشنده است. دست و دل باز، حالا ما بخشنده بچه‌ها میگیم ولی تحت لفظی دست و دل باز. He is a generous man. او یک مرد بخشنده است. He usually gives جای خالی gifts. میگه او معمولاً میدهد حالا هدایا. خب دو تا گزینه داریم. میگه به ما میدهد. دوستان اینجا خیلی نکته مهمی داره، هیچ وقت دست کم نمی‌بینیم. الان ما دو تا گزینه میبینیم ولی برای دونستن اینکه کدوم درسته ما باید یه نکته یه پاراگرافی بلد باشیم. He usually gives us. به ما نگاه کنید، ما یه موقع وی داریم یعنی ما، یه موقع us داریم یعنی به ما. به ما که حالا اینا اینجوری می نویسم، اینا با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. این وی همیشه فاعل تو جمله و این آس که به ما همیشه مفعول داخل
جمله. پس ما باید بدونیم نقش دستوری اینها با هم متفاوته. اینجا هی خودش فاعل داره این جمله و در ادامه ضمیر مفعولی به درد ما میخوره که به ما. ببین او، مثلا دقت کنید تو فارسی مثال میزنم، او به من گفت. خب تو این جمله او فاعله، به من که من در واقع حرفی زده شده مفعول هستم. او به من گفت. پس اینا با هم فرق میکنه. همه ضمیرهای فاعلی مثلا I، مثل he، مثل she، مثل they، همه اینا یه حالت مفعولی هم دارن که حالا باید برید داخل. من تدریس گرامر این درس هم توی صفحه و این پیج آپارات هست که باید ببینید که مثلا I حالت مفعولیش میشه me، he حالت مفعولیش میشه him، she میشه her، they میشه them. اینا رو باید بلد باشید دیگه. حالا جاش اینجا نیست من بیام یه ربم این رو تدریس کنم، فقط من اشاره میکنم، حتی در حد خوبم اشاره میکنم. یعنی اگه کسی یه ذره ایراد داشته باشه کامل یاد بگیره، یادآوری بشه، اونی هم که اصلا بلد نیست تا یه حدودی یاد بگیره و برای تکمیل کردنش بره، بدونه که کجا ضعف داره بره و کامل کنه. پس اینجا چون خود جمله فاعل داره و قطعا تو اینجا دیگه فاعل نمیتونه بیاد، حالت مفعولی در واقع ضمیر باید بیاد. به ما، او توی ترجمه هم میتونیم بفهمیم او به من یا او به ما کادو میدهد. پس به ما دیگه وی نمیشه، وی میشه ما. خیلی فرق میکنه ما با به ما، زمین تا آسمون فرقشه. او به ما میدهد هدایا. پس اینجا هم آس درست بود، اینجا هم گو درست بود. my grandmother، مادر بزرگ من، که حالا من اونجا فکرم اول مادر بزرگ اومده، اینجا در ادامه اومد my grandmother. خب ببینیم کدوم گزینه درسته، cooks، cooking یا cook، کدومش. خب cooking که در واقع خط میخوره، ما میدونیم این در واقع جمله زمان حال استمراری نداره چون بعدش فعل تو بی نیامده و یا آخر جمله میگه my grandmother میپزه، cook یعنی پختن دیگه، special food for family، میگه برای خانواده غذای مخصوصی میپزه. خب این ما کلا میدونیم این متن از همون on Fridays فهمیدیم یک در واقع کاریه که هر جمعه انجام میشه، پس زمان حال استمراری. پس همین اول میفهمیم که کوکینگ اشتباهه. میمونه دو تا گزینه برای ما، کوکس و کوک. کدومش رو استفاده کنیم؟ خب my grandmother دوستان مفرد هست و در واقع همون چیه؟ ضمیر شیه. پس همون جور که با شی رفتار میکنیم با my grandmother هم باید، چون my grandmother مادر بزرگ من یه دونه است و مؤنثه، پس میشه سوم شخص مفرد. he و she و it دوستان بهشون میگیم سوم شخص مفرد و she هم سوم شخص مفرده، پس اینجا میشه cooks. my grandmother cooks. سوم شخص مفرد یه خاصیتی داره، هر فعلی بعدش بیاد اون فعل اس سوم شخص مفرد میگیره. ما میگیم I go ولی میگیم she goes. ما میگیم I eat ولی میگیم she eats یا he eats. ما میگیم I drink میگیم it drinks. Eat برای غیر انسان مثل حالا اشیا و حیوانات، گربه. It drinks، آن نوشید. اینجا هم my grandmother ولی نکته اینجاست، این تا اینجا راحت بود. he و she و it خب باشه من کامل یاد میگیرم، بعدش فعل با اس سوم شخص مفرد she cooks. ولی my grandmother هم باید بیایم یه مرحله پیش خودم تبدیل کنیم. my grandmother مادر بزرگ من هم مفرده هم مؤنثه، پس هم شد همون شی، پس همونجوری که با شی رفتار کردم با اون هم رفتار میکنم. گزینه‌های درست گو بود، اینجا آس بود، اینجا هم کوکس بود. خب میگه غذای مخصوص میپزه. my aunts، حالا عمه‌های من یا خاله های من، جفتش معنی میده. my aunts دوستان دقت کنید اینجا جمعه دیگه، my aunts شی نمیشه دیگه. my aunts من نمیتونم مثل شی باش رفتار کنم. چرا؟ چون جمعه. ببین اسم اونا مشخصه، سوم شخص مفرد he و she و it، ولی my aunts دیگه جمعه و حالت مفرد نداره، پس قطعا این میره کنار، makes دوتا میمونه و ما میدونیم این جمله هم حال استمراری نیست. کل این متن اصلا از همون ابتدا مشخص بود حال استمراری نیست و گزینه درست make. my aunts make a big cake، یک کیک بزرگ میپزن.
the boys اینجا هم دقیقاً جمعه، پس sets میره کنار، چون the boys جمعه اس سوم شخص مفرد نمیگیره فعلی که بعدش میاد چون جمعه، پس میشه the boys set the table میچینن میزو and the girls دوباره اینجا جمعه و دخترها هم clear the table تمیز میکنن و clears غلط میشه. چقدر این نکات در عین سادگی کاربرد دارن، کاربردی هستن. ما یاد گرفتیم سوم شخص های مفرد، یعنی در واقع این متن، این همین چند تا جا خالی نصف گرامر درس رو دوره کرد برای ما. سوم شخص مفرد بعدش اس، در واقع فعل بعدش اس سوم شخص مفرد میگیره، هی و شی و ایت سوم شخص مفردن، مای گرند مادر، مای فادر، مای مادر، مای برادر اینایی که یه دونه هستن، یا هیان یا شیان دیگه، برادر من، خواهر من، مادر من، پدر من، پدر بزرگ من، یا هیان یا شیان. پس بعدشون هم اگه فعل بیاد اس سوم شخص مفرد میگیره، ولی جمع ها مثلا the boys پسرها، the girls عمه های من، خاله های من، my aunts اینها چون جمعن دیگه باهاشون نمیتونیم مثل مفرد برخورد کنیم و فعل دیگه اس سوم شخص مفرد نمیگیره بعد از اینها. و اینجا هم که در واقع حالت فاعلی و مفعولی ضمیرها رو بررسی کردیم. وی حالت فاعلی داره و آس مفعولیشه. اینو توی کتابتون هست. آی میشه می، دی میشه دم، وی میشه آس، حالت مفعولیشون. همه ضمیرها حالت فاعلی داره، حالت مفعولی داره. خب حالا خیلی هم سریع من میگم فایل‌ها طولانی نشه، ولی خب چون فایل هایی که من خدمت شما هستم و توضیح میدم درس رو حالت آموزش داره، یعنی اینکه حالا صرفاً بیایم فقط جوابا رو بگیم، من فکر نمی کنم کاری از پیش بره و مهم اینه که ما هم یاد بگیریم یک نمونه سوال حل کنیم و هم در واقع از کنارش درس رو یاد بگیریم. من قصدم این هست. حالا یه مقدار در واقع توضیحات طولانی میشه به خاطر این دلیله. بر ترتیب در سوم خدمت شما بودیم. امیدوارم که برای شما دوستان مفید واقع شده باشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.